که کتاب بزوال فردوسی نه تن شاهنامه نه تنها ادبیات یا اینکه تنها کلام بدیعی صرف کلام بدیعی باشد. طوری از اندیشه های محققان، از تحقیقات هایی که طی چند سال از بالای شاهنامه فردوسی عملی می‌کردند معلوم می شود که شاهنامه این خود تاریخ زنده ملت ما است که در طول هزار ساله ها عرف و عادت، مدنیت، خیرات، دولتداری، سلطنت، سیاست و عموما پهلوهای گوناگون حیات اجتماعی ملت ما را در عصرهای زیاد در خود حفظ نمود تا به امروز رسانید. یعنی شاهنامه این زبان گویای ملت ما است، زبانی است که به واسطه از تاریخ و از فرهنگ ملت برای از گذشته ملت برای امروزیان پند می‌دهد. و ما درس متانت، درس دولتداری، درس مردانگی، درس خویشتن شناسی می‌دهد.